حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری‌های آزاد واقع در شهر لیوکند سربند پیشینه ولایت ختلان را در یک مزایده بین‌المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه‌های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. بغیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را می‌خرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه‌دار می‌شود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گازی یاوان لیوکند را سازد. همچنین مالک نو عهده‌دار می‌شود که در 3 سال نه کمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه‌ها نه کم از 25 میلیون سومانی قرض‌های کردیتوری کارخانه آزاد را سپرد. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌های برای کشاورزی مهمی امیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، آزات گازگون را دارد 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. سال 2001 این کارخانه را اولیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه‌هایش از خود کرده 5% سهمیه‌ها به خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20% سهمیه‌ها مال دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آنکه که زید سعیدوف از تأسیس حزب با نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه‌های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 با شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینند جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120,000 تن نوری مینرالی امیاک و 200,000 تن کربامید به کار میانداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی هینند جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکند ختلان به کار می‌دراود یک جانبه بیکار کرد و سهمیه‌ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد.